شتابید برای گرفتن فایده زیادتر با کمبیکارم صفاتکارم. با صفاتکارم اضافه شوی مقدار شیر تا 100% در یک شبانه روز. حتما سنجش گذرانید و بعد خلاصه خود را برآورید. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستان عزیز. باز یک بار دیگر همه شمایان را خوش آمدید میگویم به شبکه مولبازار. دوستان عزیز، سنه امروزه 20 اپریل سال 2025 من شخصا خودم خواستم برای شمایان یکسر مالی آچه بچه‌ای سمنتال رو به فروش پیشنهاد نمایم. دوستان عزیز، این مالی پیشنهاد شده از آن خودم است. من بلاگری همین یوتیوب کانالی مولبازار هستم. دوستان عزیز، این مالی پیشنهاد شده قرار دارد در ناحیه باباجان غفوروف اریентир قفای بانیچی سویچه. این مالی پیشنهاد شده تقریبا 5 ماه پیش از دولتی روسیه هنگامی بغض بودنش واردی تاجیکستان شده بود و اینچنین در اقلیم های تاجیکستان تولد کرده است. دوستان عزیز، گسله ای در برش بوده غناجینچه ای تازه پراده سمنتال تقریبا 10-12 روزه. خیلی که از نوار به هر یکی ما و شمایان معلوم است مالی پیشنهاد شده 6 تا دندان گسلگش را ایواز کرده است. البته این مالی پیشنهاد شده 100% در دویم زای بودنش موافقت میکند. یعنی مالی پیشنهاد شده دویم زای است، گسله ای در برش بوده دویم گسلهش حسابیده می شود. مسئله ای خورد و خوراکش به نهایت زور است. باور کنید به نهایت مالی پیشنهاد شده خورو است، حتی سرشورگیش را به گردن نمیگیرد. به نهایت خورو است. اینک با دقت گوش کنید دوستان عزیز. من خواستم به آن شخصانی که از شهر و ناحیه های دوردست و باز به آن نفرانی که از دیگر دولت یعنی از مهاجری مسافری نقشه خریداری کردنی را داشته باشند بلندی قدش را از پای قفایش معین کرده برای شما پیشنهاد کردن خواستم. بلندی قدش از پای قفایش 1.45 سانتیمتر بلندی دارد. البته مالی پیشنهاد شده قد بلند است. اینک مقدار شیرش را گوش کنید دوستان عزیز. مقدار شیرش سحری و بیگاه با 20 لیتر شیر عینی حال به دست ما با شیر تامین کرده ایستاده است. البته به هر یکی شما هم دوستان عزیز به 20 لیتر شیر کفیل داده می شود. خیلی که از نوار به هر یکی ما و شما معلوم است که مالی پیشنهاد شده خیلی قد و قامتی راست دارد. کارساش یعنی عقیباش هم به درجه وسیع، خلطه پیستان هم بی‌بها، در وقت جوشیدن خیلی آسان جوش و ملایم و اینچنین در وقت شیر جوشیدن به نهایت با آدم اهل است و مال قد بلند خودش هم دراز است. اینک دوستان عزیز به هر یک سخنهای من جدی اعتبار دهید. مالی پیشنهاد شده را یک کمی عیب دارد. چشمی طرفی راستش چشمی آزمود است، چشمی که صحت و سلامت، و چشمی طرفی چپش کمی پرده گرفته است. یعنی هنگام اشاره کردن چشمی چپش پرده گرفتگی باشد که هم میبیند. البته کسانی که در این حالت میدانند چگونه لیچینی کردنش را مرحمت این برای شمایان گیرید، لیچینی کنید، تبابت کنید. البته مالی پیشنهاد شده خیلی مالی خوب است. اینک دوستان عزیز با دقت گوش کنید. از سببی که مالی پیشنهاد شده را چشمی چپش پرده گرفته است یعنی کمی پرده گرفته است، نرخنامه‌اش را به خودش موافق کرده میمانیم. دوستان عزیز 32,000 سومان باز معامله خوب دارد. 32,000 سومان باز معامله خوب دارد. مالی مایده نیست. مال مقدار شیرش 20 لیتر به 20 لیتر شیر کفیل داده می شود. اگر که این چشمش تبابت شود و صحت و سلامت شود البته این نرخنامه مالی پیشنهاد شده 37-38,000 سومان را صاحب می شود. از همین سبب چشمش طرفی چپش پرده بودنش 32,000 سومان باز معامله خوب دارد. معلومات پیشنهاد کرده من دوستان عزیز درباره یکسر مالی سمنتالی آچه بچه‌ای که امروز شخصا خودم به فروش پیشنهاد کرده بودم. اگر مالی پیشنهاد کرده ما برای شمایان معقول شود میتوانید در زیر اکران به رقم های شخصی خودم زنگ زنید. باز اویدی مال های پیشنهاد شده همه جهت معلومات پوره رو گرفته خریداری نمایید. لایک و подписаться رو هم فراموش نکنید دوستان عزیز. هر روز از همین یوتیوب کانال ما نوارهای نو به نو رو
интизор шавед. Ба канали мо обуна шуданро фаромӯш накунед. Бинед, хулоса бароред, маслиҳат кунед ва баъд бо дили пур харидорӣ намоед.